مرحمت خانم گیری. خوش آمدید، باز بیایید. اوه، هوانی زود تاریک می شود. نمیفهمی که ساعت چند شده است. خیلی دیر شده است. من روم کیروز جون. کودک ها در خانه تنها. نجیب هم نآمده است. خوب اپا، چه خیلی که خواهید. من هم دکانم را میبندم. باز یگون خواهش داری؟ نه اپا جان، نه. ها، میخواستم گویم که امشب به خانه ما بیایید. آخر تنها در دکان هم دیگر رو میبینیم. دخترم، چی فرق دارد که؟ فرق دارد اپا جان، خانه دیگر و دکان دیگر. ندانم. میدانید بگو چی روز است؟ اکای نجیب هم استراحت دارند. کودک ها هم درس ندارند. والله که نمیدونم کیروز جون. اگر نجیب خالی باشد حتما میآییم. اپا جان بیایید، من انتظار میشوم. آخر تنها در دکان واخوردن خوب نیست. مایلش من میرم. خیر اپا تو جان، بازدید. تو دیدن خیر. بیا جانکم. مونده شدی. خدا رو شکر. جان جگرم، حاضر میرویم. کتابای لازمی رو گرفتی؟ اینقدر کتاب چی در کار؟ شاید در کار شود. جانکم دیر مونده مگر؟ موندی. پروا نکن، تکلیف ازدواجمون دیر نمیشود. اینها چی؟ کی کار گرفته است؟ حاضر مشتری هم میآید. اگر گفتایم را نکنی عکسایت را پدرت میبیند. ارتاج پول تیار است؟ تیار. رو. همش درست. جانکم. تماشابینان محترم، کمی پیش صحنه را تماشا کردید که از واقعه زندگی روی نوار آورده شد و این صحنه همه ما رو از جمله دل پدر و مادران رو به تشویش انداخت. حالا باشد میخوام دقت شما رو به عملهای فاحشه‌کاران جلب نمایم. درو بچم، التماس یاری دهید. چی شد؟ شوهرم. آروم شوید، آروم. مرحمت شینید. بیو بچم. آب می نوشید؟ نمی نوشم. بگوید چی واقعه این فرزندتون؟ بله، پسرم پدرش در بری روش سیگار خاموش کرد. دخترم تو رفته کاسه و طبخ رو جابجا کن. چی؟ چرا با پلیس نرفتید؟ با پلیس میرفتم، هر دویمان رو میکشت. دیروز بچه‌ات بسیار میگیرد گفته در زبانش سیگار ماند. خدایا توبه. آخر چرا؟ مرا فروختن خواست. چی؟ ها، شوهر مرا فروختن خواست. به رفیق خویش زاری کرده، فروختن خواست. بسیار زد، در آخر گریخته. حاضر می آید. با پلیس زنگ میزنم. التماس می آید. شوهرم می آید، آخر مرا تعقیب می کنند. التماس یاردم کنید، همینجا پنهان شوم از برای خدا. خوب به این سو بذارید. شام بخیر. دکان رو بستم. نه من چیزی نمیگیرم. یک زمیدیمو ندارم. کمتر پیش به داروخانه در آمدم. کمی دورتر من در آمدم. کودکمان رو گرفته گریخت. خطرناک است. کوشش کردم اما نشد. دیشب در زبانی کودک سیگار خاموش کرد. راهگذرها گفته که روز به همینجا آمده است. همراهش کودک 4-5 ساله بود. از برای الله گوید که او را دیدید. زنم کمی ناراحت است. هم به خودش و هم به فرزندم ضرر میدهد.
خدا نشان ندهد. میترسم که دیوانه شده بچه‌ام رو بکشد. خدا نگاه دارد. خواهر جون گیرید اونها رو از دست دکان گذاشتن. دقتتون رو جمع نکرد. ندیدم. ببخشید خواهر جون، ناراحت کردم. میبینم که طبع آقای تیمور خیلی بالیده است ها؟ بازپرسی سردارت به تو معقول افت ها؟ به معنی که نکن یکی چی گفتنت رو خودت میفهمی. آیا همین رفتار تو درست بود ها؟ باز با همکارت من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. البته باور میکنم، ولی وقتی بازپرسی سردار چهره خندانت چه معنی داشت؟ فکر کرده که ما نمیفهمیم؟ یگید چون این رفتارت نسبت به هم کسب خود خوب نیست. سردارم خاموش. رفیقت چیکار کرد؟ بگو چیکار کرد؟ تنها وظیفه‌اش رو اجرا کرد. میدانی حاضر درون مرا چی میخورد؟ ما همه یک عائله ایم، هممون برادریم. از آنی که در بینمون یگان نافهمی میشود یا دیگر را سرزنش کردنمون خوب نیست. حاضر من چون گمانبر راضیم بشینم. در همه حالت عدالت باید از همه چیز بالاتر باشد، حتی از رفیقی هم بالاتر. با من اجازت سردارم. این از آن تو. سردار لازم نبود. در وقت بازپرسی قلمت ننوشت. باز قلمی تمام نشونده میگویند. همین است. فراموش کردم. من هم میخواستم که چون این قلم داشته باشم. سردار مرا به خجالت گذاشتید. تو هم مرا در خجالت موندی. سردار نفهمیدم. والا بازپرسیت براستی که خوشم نآمد. چرا در وقت بازپرسی دستانت میلرزید نه؟ پگاه یا پس فردا در بازپرسی وزیر و یا منصبدار والا دستای آدمی خیلی میلرزند تیمور. در وقت بازپرسی با دقت باشو و خودت باور کن و در جای لازمه شفقت و نزاکت را فراموش نکن. میلش تا بازدید. شرم نکرده دروغ گفت. مرا تهمت کرد. دیدید خواهر؟ جای میرفتگی دارید؟ نباشد امشب با ما میمونید. خدا مهربان است. نجیب باز مثل پیشینه آب به مثل رشته می آید. سنه باز چی شد؟ کم هم باشد می آید کو؟ پس چرا تنها در خانه ما نمی آید ها؟ چرا؟ برای آن که همه چیز کهنه. لوله ها چنان کهنه که آب به زور می آید. بیا به حمام درو. بیا 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 بیا. زنه کای کهنه را باد نکن خدایا. این را ببین. این چیست؟ تو خود نمیبینی؟ چشمه؟ به مثل چشمه های قدیم و خیر. زنک این خانه کهنه. ها کهنه و خیر. بله رحمتی پدرم گرفته بود ارزان. او هم پلیس بود وگرنه از کجا میگرفت؟ این خانه چند ساله؟ زنک از برای خدا تو با این سخنه چی گفتنی ها؟ من به تو گویم این خانه 150 ساله. ما در انتیقه زندگی داریم نجیب. خیر چی بدی دارد؟ خدا نشان ندهد در زلزله حالمون چی می شود؟ من سنجیدم این خانه از خانه های نوبنیاد شده با قوت‌تر است. کمتر پیشتر در تلویزیون نشان دادم ما در قطار بیچاره ها زندگی داریم. میدونید همین خبرها را شنیده ناشکر شدید. کلمه برکت را فراموش کردید. برکت زنک برکت. خانه پدرم. خاموش است و گوش کن. خانه پدرت نمیروم. این یک
дуюм ин ки қадри ин хонаро бояд донем. ин чӣ? инро ҳам таъмир мекунем, мешавад. ба хонаи падарам рафтанамро чаро зид ҳастед? хонаи нав дар марказ. санак, сари ин мавзӯъ дигар намеоем. ҳама вақт ман гунаҳкор. ту ки чашмаро ҳамин ки кушода монӣ, баракат мемонад магар. худоё, худоё, кушода мону рав. худо хайратонро диҳад. нӯши ҷон шавад. ҳозир апаи ҳунер ҳам меоянд. агар ба акаи наҷиб бигӯем, иншоаллоҳ мадад мекунанд. акаи наҷиб гуфтед? сардори полис. бисёр хуб. дар ҳақиқат ба ман ёрӣ медиҳад? албатта. бубахшед, номатон чӣ буд? ҳавас. хавотир машавед. аз дасти акаи наҷиб ҳама кор меояд. аксари вақт ҳолпурсӣ карда раҳо мекунанд. хона ки рафтӣ боз лату кӯби шавар. не, ин тавр нест. ман шакар биёрам. ширинӣ чайро мисли шоколад мекунад. ту ҳам мехӯрӣ? наҷиб, маро бубахш. баъзан туро нороҳат мекунам. нафаҳмида ғамат медиҳам. маро бубахш. бахшидӣ маро. ки рӯзи имрӯз чойнӯшӣ даъват кард? меравем. раиси хона ту ку? чизе ки гӯӣ? маззаи чой. хола гуфтӣ мисли шоколад мешавад. чӣ гуфтӣ духтарам? хоб равем чӣ? майлаш. чӣ шуд? намедонам, сарам вазнин хуб шуд. ҳастӣ? чаро ин қадар дароз кашид? ба як азоб. ҳамат инҷаст? 100% даро. наҷиб, кӯдакҳо хоб доранд. чӣ кор кунем? чхеле ки гуфтам, ту нафсар медонӣ занак. калон ту? занг занам набошад. чел худоё, худоё, ҷавоб намедиҳад. аҷабо. кору бори хона нороҳат накун. мумкин ягон коре дошта бошад. ташвиши зиндагӣ. як бори дигар ба дастаяш занг занам. телефон. аз они ман не. духтар, телефонатро бин. телефони ман нест гуфтам. мумкин аз ӯ бошад. парто ин телефонро.
مشغول است. توبه. گوش کن، او را به حالش مون. آخر کیروز هیچ وقت چنین نمی کرد. توبه. تلفنش محکم کجا باشد؟ اسرا. الو نجیب، کیروز نیست؟ نامده است. به تلفن ها هم جواب نمیدهد. زنک از برای خدا دائم واهمه میکنی. نباید دیر کند. نه، کیروز هیچ وقت دیر نمی آمد. چرا تلفن ها جواب نمیدهند؟ دستیش هم محکم، تلفن خانه هم جواب نمیدهد. حداقل یسرا به تلفن جواب میداد. ممکن اسرا بیمار شده است و بیمارخانه برده است. هر کار شدنش ممکن آخره. نه من رفته میبینم. من نگرانم. خوب، خیلی خواه همون که رفتار کردن گیر. من این زنها رو هیچ فهمیده نمیتوانم. درا سردارم، دلیل تجاوز و آدم ربایی با نام کیروز. کیروز؟ راست است مگر؟ بله سردارم. مگر نسب ندارد؟ چند ساله؟ 17 ساله. بخیر است سردارم؟ نمیدانم. تو که کیروز گفتی من در فکر رفتم. مکتب می رفته است. بار آخر با عاشقش واخورده بوده است. از روی گفته دوگانه نزدیکش کیروز گفته است که او را مجبوراً تجاوز کرده. انیخ که آیلش خبر ندارد. نه سردارم. نمیدانم از چه سبب باشد. توش خیالم در برنامه دیشب ایران است. کاش دروغ باشد. با کارمندان شعبه اخلاق ارجاع شده کار را تعجیلا بینید. اطاعت سردارم. از روی معلومات های به دست آمده گروه های فاحشه‌گری را کافت و کاب داریم. نام دختر رو کیروز گفتی؟ بله سردارم. با تو چی شد؟ آروم شو. نامکت چیست؟ کیروز. نام من هم. با تو چی شد؟ اینجا کجاست؟ نمیدونم. بس آروم شو. خدایا توبه. پایافزول کیروز نیست؟ کیروز خانه رو نگون داشته نمی رود؟ ای خدایا توبه کردم. بهترش خاله سیمه رو پرسم. یا والا دخترم دیشب آوازه شنیدم لیکن خواب بودم خیسته ندیدم. آواز از کجا می آمد خاله سیمه؟ یعنی از خانه کیروز؟ نمیدونم آخر دخترم. آوازهای دوادوی رو میشنیدم. بعد آواز ماشین رو شنیدم. فرقایش خانه رو روشن کرد به این هم. بعد تیز رفت. چرا پرسیدید؟ نپرس خاله سویمه. من هم نمیدونم. انشالله چیزی نشده است. الله نجیب.
дирӯз чӣ хел гузашт? бигир инро бар. خیز از جویت خیز با خانم یکشان گفتنی ها دارم. خیز از جویت راه گرد دخترم کجاست؟ الو فهما گیر دخترت. الو دخترم چی خل هستی؟ گریه نکن همش خوب می شود مایلش. در کجایی دخترکم؟ با دخترت همین قدر گپ زدی بس است. از من چی میخواهی؟ زنی جوان هستی. از تو دیگر چی میخواهم؟ چی گفتی؟ نمیخواهم که رویت بیزب شود. زنی زیبایی. مشتری اول چهره رو نگاه میکند. با گپم گوش کن. چی ها میگویی؟ کدام مشتری؟ تو خودت میفهمی. زنی زیرک مینمایی. تو مالی لرزن انا هستی، فهمیدی؟ لرزن انا؟ بله، برای او بدنت رو میفروشی. تو نامردی به ناموس. مثل حیوانی باشی، لیکن اینجا فایده نمیکند. خواهی نخواهی این کار رو میکنی. اگر کشی هم نمیکنم. اگر دخترت رو کشم. یگان خبری نو هست؟ نه نیست. چند بار گویم که یگان خبر نیست. بچه بیاید این در رو کشوید. اطاعت سردار. حاضر فهمیدی؟ تا دخترم رو نبینم هرگز. دخترم رو میخواهم. خودی حاضر. امکانی داد و گرفت نداری، فهمیدی زنک؟ اگر دخترم رو نبیارید میبینید چی میشود. چیکار میکنی؟ مرا میزنی؟ تنها یک کارو کرده میتوانم. خودم رو میکشم. تو مرا میفهمی یا نه؟ چیکار میکنی ها؟ خوب، لیکن نشان ندادن دخترت این کاری خوب است که من میکنم. وگرنه بسیار کاری بد میشود. میکند ناز کیراز میکند. سنجیدن در کار. نیازی خلاصه چی شد؟ دزدیست؟ بله سردار، دزدی هم هست. احتمال که ینگای کیراز را بیهوش کرده باشم. حالا تنها تخمین میکنم گفتگو باید کرد. با تو گفته بودم با کیراز واقعی روی داده است. زنک از برای خدا خاموشیست. تو باید فکری معینی بیایی. نیازی اگر دزدی باشد پس چرا ینگای کیراز و اسرا را بردن؟ انیق دزدی نگفتم که. پس چیست نیازی؟ زنک تو بیرون برو. التماس رویا بید. مایلش زنک تو بیرون برو، کمی هوای تازه گیر. خوب خلاصه آنچه که من خیال میکنم. سردار شما از من خوبتر میدونید. میدانم لیکن تلفظ کرده نمیتوانم. تو فکرت را بگو. افسوس که هدفشون تنها ینگای کیراز بوده است. معنای دزدیدن زن تنها یک چیز را افاده میکنند. گروه فاحشه‌خانه ها. نیازی هر یک اونجا خانه را گفتگو کنه، فهمیدی؟ هر یک موی سر و زن گوش دیده برایت. من همه گونه دلیل های بیناموسان را که بر امانت من دیر چشم دوختن میخوام فهمم. اطاعت رفیق سردار. برای کار. برای کار. زود باش اکنون، راه گرد. گبزان با چه قرار آمدی؟ چند مرتبه باید گویم ها؟ خواهی که کودکت زنده ماند گفته هایم را میکنی. التماس میکنم برای خدا. یا حیات او و یا خواهش من را اجرا میکنی. رو رها کنی. با یک شرط گفته هایم را میکنی. از من چی میخوای؟ راضی میشوی یا نمیشوی؟ با مشتریانی که تو رو انتظارند با آنها میشوی. را نمیتوانم.
التجا میکنم 10 ثانیه وقت داری وگرنه کلای دخترت به هوا میپرد 10 التجا میکنم 9 8 7 6 5 خوب فکر کن حیات دخترت و یا پیشنهادی تنت از برای خود آخر من به شما چی کار کردم 4 من چی کار کردم 3 راضی شو زود مشتری ها انتظارن دخترم برو رها کنه 2 التماس 1 فهمیدم التماس دخترم رو رها کنید انا همین قدر با تو نگفتم که دیدن دخترت حالت رو بدتر میکند خب در آن دخترک را ببر کجا که میبری سرم درد کرد سرم درد کردی همه فاحشه خانه ها رو معاین کنید نو یا کهنه فرق ندارد همه معلومات ها رو ببینید از همه خبرها مرا آگاه کنید فهمیدم سردارم سردارم یک بار بخشیدن ممکن وگرنه به قرب میشه هیچ چیز نخورده ای گروس نکوره کردن نمیتوانی شیرینی قوه میدهد گیر خور حاضر گیر میخوری انا همین خیلی ای لعنتی ممکن نیست فهمیدی بیا سردارم در محله آید یک گروه فاحشه‌گران معلومات به دست آوردیم برای عملیات اجازت گرفتید بله سردارم پس چی رو برای میسودی چرا گریه میکنی؟ گریه نکن عملیات اطراف تامین است بله سردارم برای عملیات انتظار امر شماییم عملیات ایفت را آغاز کنید پلیس در رو گشاید اگر نمیشکنیم بچه ها در رو شکنیم بس همین پلیس بس همین پلیس حلیمه تو درون رو بگیر یگید وضعیت چگونه؟ سردارم عملیات با موفقیت انجام یافت کیراز چی؟ حلیمه از جنگه کیراز خبری هست؟ افسوس سردارم جمع شوید می رویم کمی قیمت ولی گوارست
تو خورسند شدی؟ تا پگاه رو من با کیرا میگیرم. میبخشید برادر، این خیل نمیشود. تا پگاه آن زن از من است. فهمیدی؟ پول همه چیز را عوض میکند. غیر من کسی به او نرسد. با مال من عاشق شدن ممکن نیست، فهمیدی؟ تو پول داده میتوانی آمد و رفت کنی، لیکن عاشق شدن ممکن نیست. چه خیلی عشق در اینجا عشق است؟ تو هم چقچقی بوده ای؟ میلشا چه جان. درست حرف زن، مرا آشا نگو. این گپ ها را دوست نمیدارم. دیگر خبری نیست؟ بچه ها تفتیش دارن سردارم. از بازپرسی این گروه ها شاید چیزی برآید. سخن شاید را شنیدن نمیخوام، فهمیدی؟ اینجا سخن آیدی امانتی دادری شهید مندرس میرود. خواطر نشوید رفیق سردار، انشاءالله مییابیم. میرویم. شما روید، من با کوهیلایم میآیم. خوب رفیق سرکمیسر. رفیق سرکمیسر، خدا خواهد البته مییابیم. چرا تو اینقدر نیکبین هستی ها حلیمه؟ خاکستر دیگر نمیسوزد رفیق سرکمیسر، چون که تا حد آخر سوخته است. خدایا. خاکستر دیگر نمیسوزد گفت کوهیلایم. خاکستر نمیسوزد. خدایا خداوندا. چرا گریه میکنی خواهر؟ خواهر این خیل جای ها رو نمیدانم. یکم مراتب میآیم.
اگر درد داری بگو گوش میکنم. این خیل نگاه کرده شرمنده مکن. من میروم. ایستید. با من کمک کرده میتوانید. تو را نجات میدیم خواهر. برای اینجا آمدنم از خودم نفرت میکنم. بلا زند من بر اینها را. این خیل نگویید. مرا ببخش خواهر. یا الله، خطای گناهم زیاد است. وعده دادم که خواهرم رو نجات میدهم. او رو نجات ده. نجات ده. مرا هم ببخش. بچه ها یک طرف ایستید. یاری تجلیل را خبر کنید. جناب حالتان خوب است؟ چه حال دارد جناب؟ خوبم، لیکن پایم بی حرکت است. آرام شوید جناب. سردارم. چی؟ راست میگویی که نام آن زن کیروز است؟ سردارم، سراغ را پیدا کردم. برایت. اگر گفته هایت راست باشد جوان مرد بوده ای. من گناهکار را میگویید. کی گناه ندارد؟ میدانی که کی را نجات میدی؟ انشاءالله امانت شهیدی را نجات میدی. سردار، خاطر مباش، کسی نمیداند. همان مرد رو دیدن نمیخواستم. همان مردی موی لبدار رو. چرا؟ اگر مرد زن رو ببیند و چنین مبلغ دهد و رود و باز آید، یا عاشق شده است یا وجدانش ناراحت کرده است و توبه کرده است و یا پلیس است. از هر سه طایفه‌اش بیزارم. میفهمی مرا؟ یعنی؟ یعنیش رو میدانی. خوب. حاضرت؟ بله سردارم. امنیت تامین است؟ تامین است. عملیات را آغاز میکنیم.
پلیس! گردنبندی که مندرس برای کیروز خریده بود. کیروز اینجا بوده است. سردارم کسی نیست. راست میگویی که نام آن زن کیروز است. مندرس هم امانتت رو میابیم، انشالله میابیم. زودتر برو. دیگر زنها رو جا بجا کردی؟ پروا مکن، همش در امانیه. گیرید این رو. زود برید. راه زودتر. راه گرد. رفیق سردار، یک فکر دارم. گوش میکنم. من زنم. این گروه ها جای های دستگیر کنی خود را دارند. میخواهم خود را به دام آنها پرتویم و جایشان را یابم. بعد تو را هم از دست دیم. اصلا نمیشود. تو را نه از دست پدرت خلاص کردیم. از دست پدرم شما خلاص نکردید رفیق سردار. خودش پرتوفترم. بله، بخیر. تو را در این خطر نمیگذارم. رفیق سردار، اعتراض قبول نیست. با اجازت شما برای بازپرسی به پایان میروم. نجیب زنک، تو اینجا چی میکوبی؟ حسبی الله. نه خود از کیروز خبری نداره. تو کمیشین اینجا. یگید ما را تنها میگذاری؟ اطاعت سردارم. اینها رو میشناسی؟ این زن رو قبلا دیده ای؟ ها، نامش کیروز. یک مدت کوتاه در یک جا بودیم. بعد مرا بردن. دیگر ندیدمش. این را میشناسی؟ ها، لرزان. هر صبح ما رو قسم میداد، تهدید میکرد. هر رومی. انا اینش رو چی؟ تویگر. آدمی او هر رومزاده زنها رو به دام میافتاند. در کجاها شکار میکند؟ میبخشید یاری کنم؟ تشکر جناب. باری اول به استانبول؟ بله. با برنامه ستاره شدن میخوای آمد؟ جای ایستادن دارید؟ مرحمت؟ جامدان رو گذارم؟ رفیق سرکمیسر، چی؟ من با اونهایم. تلفنم رو باید خاموش کنم. بدتر به شما تماس میگیرم. به زردارم نگوید و به من زنگ نزنید. ای حلیمه، بیعقلی نکن. خودت تنها به چون این کار دست میزنی؟ حاضر کجا هستی؟ اگر مرا تعقیب کنید نقشم برباد میرود و حتی حیاتم در خطر موندنش ممکن. رفیق سرکمیسر، این خیلی مهم. خیر.
الو حلیمه، الو تو چی میگویی؟ در کجایی؟ اکنون میرویم. کاهلا این دختر یک رو دیوانه جسور والله نفهمیدم. خودت تنها چرا به این راه قدم میمانی؟ کودک میگیرید میگویی؟ روانش رو شکل خاموشید. میگیرید. مگر همه چیز رو من فهمونم. مایلش خوب شده است. با تو دوگانه آوردم. اینجا درا. یک جای خوب برای هر دویتون بحث است. حلیمه اما کیروز در اینجا چی کار میکنی؟ برای نجات شما آمدم. خواطر نشوید. از اینجا یک جای میبرایم. ایسترا کجاست؟ نمیدونم. شد همش تمام شد. الو رفیق سرکمیسر. فهمیدم. زود می آییم. پلیس! پلیس! همه به زمین! سلام رئیس محترمه. یکی آرام شوید. آرام شوید. شد ابا جان شد. کیروز اسرا کجاست؟ شما کجا بودن اون تایگر بی‌نقص رو میدانید؟ تایگر؟ در رسم دیده بودیم. آدمی لرزان. او جوهش رو میداند. در خانه نیست. اگر آنها به دخترم یگان ضرر رسانده باشند. رقم تلفن کاردش رو میدونم. این تلفنش. زودتر. چه؟ بعد میفهمونم. رفتیم. نشانه رقم تلفنی کاردش همین است؟ بله سردارم. زود میدرویم. این دفعه از روی عقب میدرویم. مایلش. این موسیقی نجاتمون. پلیس! حرکت بکن! به زمین! دستانت رو با پشت سر! با پشت سر! ایست پلیس! یک قدم دیگر بزاری میپرانم. فهمیدی میپرانم. امکی نجیب. بیا دخترم. بیا اسرا جانم. امانتم. کلی راه کرد. زودتر. خوب استی جانم. بله امشب شما میمانید. گلچقند را ما میپزیم. نجیب تفتم رو یک نگاه میکردید؟ کمی بوی سوختگی آمد. چی؟ یکی تفتان سوخت. تفتان اطاعت کن. ببخشید این چگل خاموش کرده میشود؟ رفیق سرکمیسر نمیدونم. مگر رانو آمد؟ ماشین ها.
تراران خیلی بلند آمده است. همتون دیدید؟ تنها محترم خانمان فکر میکنم که از سرگذشت کیراز درس گرفته نه؟ مخصوصا خانمان. چی گفتن میخواهید جناب نجیب؟ چی گفتم روشن خانم هنر. با دقت باشیم. حاضر در شهر آرامی نمانده است. استانبولی دوره کودکی ما نیست حاضر. نه اخلاق ماند و نه رفتار. چی ها شده ایستاده است میبینید. اما چای هم تیار. چای گفتید؟ پس برآمدن هم لازم میآید. کجا؟ آخه رفیق سرکمی سرین چی خیل می شود؟ شما حقی مرا مانید. بعد آمده میخورم. انشالله کلچه قند خیلی خوب شده است. نلیما حساب به اجازت با آن کار در آمدنت را شیشته صحبت میکنیم. البته رفیق سردار. چای را تیار کنید. رابط از اینجا داریم نیماکی داری اینجا چی کار میکنه؟ با شما گفته شده رابط چون رابط از اینجا چند بار گویم اماکی نه اماک نفهمه بچه ها دیر شد کنی همه بخونم دیدی؟ نهیم اماک بازی این خیلی نگوید اماکی نهیم آنها کودکن بفرمایید. جناب ایگید کار همین باز تو آمده از نهیم اماکت نصیحت بگیری. خود شنیدی نهیم اماکت بازی چه یک دیوانه. این خیلی نگوید نهیم اماک. نه من میدونم مرا تو کیم چی خیال کردی؟ نزدیکتر بیا. من دیوانم. دیوانه اسدی. دیوانه هایی که من میشناسم خود را دیوانه نمیپندارم. راو برای یک پیاله چایی که نریخته از این قدم مباریخم میکنی تو برای که فکر کردی؟ چی خیلی چای امک جان؟ دستت رو ده. راستش را نه چپش را. تو با آسی نگاه میداری وش را دراز کن. ریزم گمان میکنی که نمی ریزد. امکی نهیم آخر شما چیکار میکنید ها؟ فکر کردی که نمی ریزد ها؟ و دیگه نریخ قیمت کرامات در بازار 1 لیره. برای همین اولیاهایی با عقل آوازه نشود گفته از نشان دادن کرامات میترسند. از من دیوانه چی میخوایی؟ تو این را میدونی؟ موم چای نه موم رفته از بازار بگیری. تو به این فریبته شده. امک من گمان کردم که این راست. تو هم سخن این دیوانه رو گوش میکنی. دیوانه چی میشود؟ چرا این طور میگوید امک؟ دوباره سخنی ما رو گوش میکنی. تنها اینجا چای بنوشی وگر میار انجام. از کی؟ کردار نشو. رو آخر حالا چای را ننوشیدم امک جان. گفتم که رو دادر نفهمیدی. دیوانه هم باشید هرچی هم باشید من شما را دوست میدارم امکی. رو زودتر رو از اینجا. خوب شد است فهمیدم امک جان فهمیدم. زنک شما درایید من کمی چرخ میزنم. کجا میروی؟ حاضر مپرس.
اندرسون امانتت را خوب حفظ نکردم. مرا ببخش. کمی آزرده است لیکن شکر حاضر خوبند. دادری جان، به تو حیات دشوار. صرف برای ادای وظیفه زیستن میخواهم. دیگر برای زندگی سببی نیست. هوای آنجا چی؟ خیلی شد که در خوابم هم نمیدروی دادر، یا اینکه خفه شدی. بیا از پیشانیت یک بوسه کنم قهرمانم. حامیان فیلم در مرکز رادیو سری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگار، مهندسی آواز امیدجان علی، پرودیوسر کامیلجان سفر، راهبری گروه ایجادی فرهادی سفر. و نقش آواز دادن فیروز عمر، محمد جان شادی، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، ناصری حسن، میسای محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیر مدی موسی، ملاحت زهرا، احسان و فردوس.